اومدم با رسیپی یه لازانیای به شدت ساده و خوشمزه. گوشت چرخ شده و پیاز رنده شده رو تفت میدیم. ادویه ها و نمک رو بهش اضافه میکنیم. سرخ که شد کنار میذاریم. فلفل دلمه‌ای که نگین خورد کردیم و تفت میدیم. بهش قارچ رو اضافه میکنیم و کامل سرخش میکنیم. حمایت از ما وقتی از شما نمیگیره ولی واقعا به ما انرژی میده. ممنون میشم اگه کانالمون رو دنبال کنید. گوشتمون رو به مواد اضافه میکنیم. ورقه های لازانیا رو توی آب جوش میذاریم که نرم بشه. میتونید به موادتون رب یا سس گوجه اضافه کنید. اگرم دوست ندارید میتونید حذف کنید. رو ورقه ها حتما سس بریزید که ورقه ها خشک نشن. همینجوری لایه لایه ادامه بدید. به همین سادگی و تمام. به همین سادگی و خوشمزگی نوش جان.